سعید محمد بیا پادگانمون کن. ما رو دور ننداز. ما اینقدر بلند نخور نیستیم. سعید محمد تا الان هم که به کسی تعهدی بسن وحدت اصولگراها. آقای سعید محمد پیشینش چیه؟ خفه شو بابا، به چیزش نگاه کن، به لیاقتاش نگاه کن. به چیز منظور بدی نیست، منظور لیاقتاشه. عزیزان دشمن سعید محمد میدونم شما خیلی با چیز نیست سرکار دارید. دارم لیاقتاشو میگم، میخوام یه خود جو چیز بیایم بیرون. ای جان دمت گرم. من عاشق سعید محمدم شدید، اصلا دیگه عاشق شدم، تموم شد. محمد و آل محمد و عجل فرج. ببین چجوری سر کارشون میذارم، اصلا باید همینجوری ماچ بفرستم. الان دوستان استیکر تا من یه نکته عرض کنم، نگاه کنید مقام از ای من قربونتون برم. نگران شدم الان همه جا زدن شما رو کشتن اینا، ما نگران شدیم گفتم زنگ بزنم بهتون. کجا کشتن؟ چرا روزنامه سوئیسی زده الان اخبارتون داره پخش میشه. در سوئیس؟ بله بله. که چی؟ زدن که شما رو کشتن. شوخی میکنی؟ به خدا همین الان همه به من دارن زنگ میزنن، ما نگران شدیم گفتم زنگ بزنم. سوئیسی، روزنامه سوئیسی؟ بله بله. اسمش چیه؟ اسم روزنامه سوئیسی اجازه بدید، لس اچوس همچین چیزی. عجیبه. الان همه سایت های ایرانی دارن شروع میکنن تو تلگرام و اینا، من نگران شدم. شما ممکنه بفرمایید که هستین آقای عزیز؟ قیش داده به قشقیش پدر پادشاه. قشقیش پرنس عزیز اگه اجازه اظهار نظر بدین باش بگم مثل بقیه روزها سر حال نیستین، درسته؟ اون ماره بود که همش میگه قشقیش. شمردن پول همیشه باعث خوشحالی شما میشه. البته جواب خمینی اینه که هر مولوی گفته هر چه میگویم به قدر فهم توست، مردم من در حسرت فهم درست. این جواب این آخوند است. هر چه گویم به قول حافظ اندر فهم توست، مردم برای فهم درست. من دیگه مسئله لیدیا گاگا که یک خواننده مشهور آمریکایی 100 میلیون دلار داخل پرانتز بخون فدای تو بشم چی نوشته؟ المشهور مشهور اینا رو من المشهور. پس قاتل اونی که کشته میشه، مقتول اونیه که میکشه. وای عاشقتونم، شب و روزگار خوش.